شما از زندگیتان قانع هستید؟ در پاسخ به این سوال معمولا اکثر ساکنان تاجیکستان ناوابسته به سطح زندگیشان جواب مثبت می‌دهند. در تاجیکستان شکوه کردن از سطح زندگی عیب شمرده می شود و ساکنان می گویند که نباید از ناداری و کمبغلی خود نالید. عادت پنهان داشتن وضع واقعی مالی پژوهش‌های سازمان‌های بین‌المللی را در رابطه با ارزیابی سطح کمبزاعتی مشکل می‌کند. نبودی صمیمیت و آشکارگویی باعث شده است که پژوهش‌های میزان نیکواحوالی در تاجیکستان نتیجه کاملا غیر انتظار بدهند. جنبسته چنین یک پژوهش بانک جهانی در تاجیکستان نتیجه ای را به بار آورد که حتی آلمان چنین دستاورد ندارد. بانک جهانی در گزارش تازه خش میگوید پاسخی مثبت ساکنان باعث شد که جایگاه تاجیکستان در رده‌بندی قانع بودن از زندگی از کشورهای رشد کرده جهان مثل آلمان پیشتر است. نتیجه تاجیکستان از روی ایندکس قانع بودن از زندگی مؤلف این پژوهش بانک جهانی را در حیرت گذاشته است. فرق در میان نشان دهنده های مالی و پولی نیکواحوالی و بهادهی سوبیکتیوی آدمان از زندگیشان حیرت آور است، گفتند کارشناسان بانک جهانی. حیرت اقتصاددان های بانک جهانی از آن است که چرا درآمدهای ساکنان از روی نشان دهنده های مجموعی محصولات داخلی به هر سر اهالی پایین است، اما با این وجود میزان قناعتمندی از زندگی خیلی بالاست. مجموعه محصولات داخلی بر سر اهالی مهمترین نشان دهنده رشد کشور به شمار می رود. مجموعه محصولات داخلی بر سر اهالی در تاجیکستان به حساب بانک جهانی $795 و در آلمان 41936 دلار در یک سال است. نشان داده نزدیکترین همسایه تاجیکستان قرقیزستان از روی این چنک $1077 است. اما با این وجود قناعتمندی تاجیکستان از زندگی نه تنها از یک کشور همسایه بلکه از آلمانی‌هایی که درآمد و سطح زندگیشان 10 برابر خوبتر میباشد بیشتر است. محمدالله دولتوف استاد روانشناسی در دانشگاه ملی تاجیکستان میگوید وقتی انسان مدت‌های زیاد در فقر ناداری به سر میبرد به این عادت میکند. او گفت عموما پسیکولوژی انسان همین هست که آدم که در زندگی همیشه با مانعهای دشواری‌های زیاده روبرو می‌شود، پست و بلندی‌های زیاده، تشویش‌های زیاده، چه از نقطه نظر اقتصادی چه از نقطه نظر معنوی و دیگر روبرو می‌شود، تا باور می‌شود به خود همین مشکلات و در همین زندگی کردن را یاد می‌گیرد. ضمناً دانشمندان جنبه مذهبی خو گرفتن مردم را به ناداری و کمبغلی استثنا نمی‌دانند. شریعت اسلام که اکثریت مردم تاجیکستان خود را پیروی آن می‌دانند، در هر شرایط و وضعیت شکر کردن را به پیروانش تبلیغ می‌کند. طبق ارزیابی آژانسی آمار 3.3% اهالی 8.5 میلیون نفری تاجیکستان کم بضاعت اعتراف شدند. در تاجیکستان عائله کم بضاعت اعتراف می شود که بیش از 75% درآمدش را برای خرید آذوقه‌باری صرف می کند. بانک جهانی نفر را که در یک روز $3 کمتر درآمد دارد کم بغل می شمارد.